امامزاده علی اکبر کجاست؟ من آدرس رو بلدم. سن و سالی نداشت. بعد حوزه رأی هم همینجا؟ بله دیگه، امامزاده علی اکبر شیزر حوزه رأیگیریه که میان از ما برای تهیه گزارش اومدیم. بلدیش اما مال امروز و دیروز نبود. همینجاست پس امامزاده؟ بله خب امامزاده همینجاست. خدا رو شکر شما آدرس رو بلد. آدرس را درست آمد. بفرمایید، ببخشید. بله دیگه، من که خودم بچه شیزرم که هر موقع ما رأی دادیم تو گلزار شهدا رأی دادیم. چند ساله؟ من به شما بگم دیگه ما کلا 7 جد آبادمون چیزریه دیگه. دیگه پدر و پدر بزرگ و من پدرم که الان حدود 60 سالشه، 60 سال چیزره. همینجا؟ بله، خانوما سمت چپ، آقایونم که سمت راست. سلامت بشه. مثل این خانوم. این شناسنامه تازمه، اون اصلا دیگه قابل دیدن نیست. همه جا ما پای صندوق، پای وظایف خودمون هست. یا این آقا. ما از اول انقلاب تا حالا همه رأی‌ها رو دادیم، از جمهوری اسلامی عادی تا حالا. و همه مردمی که آن حوالی را مثل کف دستشان بلد بودند تا نام خلیج فارس برجاست و آمدند سر فرق. وظیفه دینم باید ایشون هم شب نخوابه، مسافرت بره، همه رو ببینه، همه رو دقت کنه، حواس جمع دین باشه. جوونا رو همه رو پول زیاد بدن ازدواج کنن. این چه وضعیه؟ ما دین اومده که حالا خدا کنه اونا بتونن کاری کنن، شعار نباشین شعارهایی که دادن. دقیقاً اون حرفایی که مناظره زده عملی کنه. امیدوارم بحث مردم و معیشت مردم رو جدی بگیرن. وظیفه هر هموطنی هست که سرنوشت خودش شریک میشه. سوال خیلی ساده است. ما همون کسانی میگیم که چه‌های جنگ بود پیگیر خواسته های مردم باشه. از نظر معیشت و اقتصاد مردم مقدار در مضیقه هستن. انتظار اصلیشون اینه که بتونن حداقل یه گشایشی تو زندگی مردم ایجاد کنن. ارزان به کسی نمیفروشیم. مردم میگویند ما دینمان را ادا کردیم. نوبتی هم باشد نوبت آقای رئیس جمهور است. اصل نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.